سلام عزیزان، توی این آموزش یاد میگیریم چجوری با اینشات کلیپ و ویدیوهای خیلی زیبا و جذاب و ویدیوهای دلخواه خودمون رو بسازیم و کلا کامل یاد میگیریم اینشات رو. خب در این قسمت ما اول ویدیو رو انتخاب میکنیم و روی نیو میزنیم. حالا اینجا ما یه ویدیو رو انتخاب میکنیم و تیک سبز رو میزنیم و اینجا برای ما باز میشه. خب حالا ما یه ویدیو داریم و این ویدیو از قبل ادیت شده ولی ما میخوایم مجدد ادیتش بزنیم. خب از بخش اول کنواس هست. کنواس کارش چیه؟ این ابعاد ویدیو رو تنظیم کنه. مثلا 9:16 ابعاد ریلز و ویدیوهای کوتاه هست. 16:9 ابعاد ویدیوهای بلند مثل ویدیوهای یوتیوب یا آپارات هست و ابعاد دیگه هم داره. پرطرفدارترینش همین دو ابعاد هستن که ما برای ویدیو ما 9:16 گزینه مناسبی. قسمت اودیو داره، ما میتونیم آهنگ اضافه کنیم، مثلا روی موزیک میزنیم و اینجا هم خودش موزیک داره، هم الان دسترسی بهش میدم تا موزیک های مختلف رو برای ما بیاره. ما یه موزیک رو انتخاب میکنیم و روش میزنیم و گزینه یوز رو میزنیم و حالا بذاریم من صدای خود ویدیو رو قطع کنم، روی ولوم میزنم و صداش رو قطع میکنم. خب حالا این موزیک ما اضافه شد و بریم یه کمش رو گوش بدیم و وسطاش. خب الان موزیک ما اضافه شد. افکت هم داره اینجا، قسمت بعدیش افکت هست که میتونیم صداهای مختلف بذاریم مثل صدای بازی، یعنی مثلا اون سکه‌ای که شما میگیرید مثلا توی بازی یه صدا میده، اینجا انواع صداش هست، مثلا صدای حیوانات داره و صدای پرطرفدار داره. خب از این قسمت میتونیم صدای افکت های مختلف رو اضافه کنیم و بعدی رکورد هست. ما میتونیم صدای خودمون رو ضبط کنیم با استفاده از رکورد، ولی نکته مهم اینه که من الان نمیتونم برای شما صدام رو روی ویدیو بذارم چون دارم برای شما توضیح میدم و صدای من جدا هست و نمیشه دو تا صدا رو روی ویدیو گذاشت. خب یه AI اسپیچ هم اضافه شده جدیدن، صدای شما رو حالتهای مختلف بهش میده. مهمترین بخشش همین موزیک هست و رکورد. بخش بعدی استیکر هست. یعنی چی؟ شکلک های مختلف. شما میتونید به ویدیوتون شکلک های حتی متحرک هم بدید، مثل این آتیش رو نگاه کنید و مثلا من نگاه کنید الان میخوام موزیک رو، خب یه قسم موزیک رو کلا حذف کنم، یا میزنم روی دیلیت، یا اینکه یک قسمتی از موزیک رو میخوام حذف کنم، روی اسپلیت میزنم و این قسمتش برای یه قسمتش برام حذف میشه. و نگاه کنید الان مثلا نگاه کنید یه اسپلیت دیگه بزنم 3 بخش شد. ما این بخش رو مثلا میخوایم حذف کنیم، روی دیلیت میزنیم. یا حتی میخوایم سرعت موزیکمون رو زیاد کنیم یا صداش رو کم زیاد کنیم، از اسپید انتخاب میکنیم و یه قسمت های مختلف دیگه هم داره. یه قسمت دینویز داره که نویز صدای ما رو حذف میکنه و یه وایس افکت داره که صدای ما رو با حالتهای مختلف آدم فضایی و صداهای مختلف رو ربات یا بقیه در میاره. خب ما قسمت این موزیک رو کلا حذف میکنیم و میریم بخش بعدی، استیکر. الان نگاه کنید یه استیکر گذاشتم، حالا میخوام مثلا از اینجای ویدیو تا اونجا که براتون با انگشت کشیدم، نگاه کنید تا اینجا هست، بعد یهو میره. چرا؟ چون که ما زمانش رو تعیین کردیم. قسمت متن داره، ما میتونیم متن اضافه کنیم. نگاه کنید سلام دوستان. خب اینجا روی ویدیومون متن اضافه کردیم و مثلا من میخوام از ثانیه 1 که اینجا میشه تا ثانیه 3 که اینجا میشه این متن نمایش داده بشه و اینجا روی دکمه پلی که بزنیم این دکمه خودش شروع میکنه ویدیو رو به ما نمایش دادن. بعد قسمت تکست هست، بعد میتونیم مثلا با گزینه ادیت این ویدیومون رو رنگش رو عوض کنیم، رنگ متن مثلا زرد بذاریم یا دور رنگش رو عوض کنیم، یعنی اون مرز بردر، یعنی مرز دورش رو تغییر بدیم. میتونیم سایه به پشت متنمون اضافه کنیم، سایه سیاه الان اضافه شد. میتونیم روشنایی اضافه کنیم و اینجا حجمش رو مشخص کنیم و زمینه. میتونیم یک برچسب پشتش اضافه کنیم، نگاه کنید برچسب قرمز، و شکل‌های مختلف رو هم میتونیم اینجا اضافه کنیم. اوپاسیتی یعنی میزان شفافیت میتونیم کم رنگش کنیم مثلا و دیده زیاد نشه و هر کاری که دوست داشته باشیم با این متن میتونیم انجام بدیم. حالا ما متن رو هم حذف کنیم و این رو هم حذف کنیم. خب
اصلی ترین بخشایی که به کار شما میاد در اینشات یکی تکست هست، یکی دیتیل هست، یعنی شما بخواید یه سری جزئیات رو شطرنجی کنید، مثلا میخواید این بخش رو شطرنجی کنید، میزان شطرنجیش رو زیاد کنید، کم کنید، مثلا الان تا ثانیه 2 خورده تا ثانیه 5 خورده در این قسمت ویدیو ما شطرنجی میشه و دیلیتش کنیم و بیشترین کاربرد تو همون تکست هست، یعنی شما متن یا زیرنویس میتونید به ویدیوهاتون اضافه کنید. بعد قسمت بعدی که قسمت مهمی هم هست مثلا افکت هست. شما میتونید افکت های مختلف، اول با اسپلیت ما یک قسمتی رو برش میدیم و دو قسمت برش داریم الان و روی اون قسمتی که برش شده افکت رو میذاریم که افکت میخوایم اضافه کنیم بهش. خب اینجا افکت های مختلف برای ما میاد که یکیشو انتخاب و اگر کنیم دیدید الان از این ثانیه بذار نگاه کنید الان شروع میشه، بعد اینجوری میشه با زور میاد سرش. دیدید ما افکت الان به یک قسمت اضافه کردیم. بعد قسمت بعدیش فیلتر هست، فیلترهای مختلف. مثلا بعضی فیلم ها رو اگه نگاه کنید رنگ بندیشون یه جوریه که معلومه که فیلتری روشه و فیلترهای مختلف داره ما اضافه کنیم و میتونیم که شکل و رنگ بندی ویدیومون رو تغییر بدیم. بعد ادجاست داره، قسمت ادجاست که اینجا هم هست و ادجاست هم خیلی مهمه، میتونیم نور ویدیومون رو تنظیم کنیم یا کنتراستش، یعنی میزان قدرت رنگش و وارم داره و قسمت های مهمش یکی لایتنس، یکی کنتراست و یکی ساتوریشن، هایلایت، شادو و شارپن هست. مثلا نگاه کنید اینجا هایلایت رو میگیریم با انگوش میکشیم چپ و راست ببینیم کدوم رنگش بهتر برای ما اعمال میشه و به همین راحتی میتونیم ما ادجاست اضافه کنیم. خب این قسمت مهمش هم گفتیم قسمت PIP. قسمت PIP چیه؟ یه ویدیوی دیگه میتونیم روی این ویدیومون اضافه کنیم. یعنی نگاه کنید الان ما این ویدیو رو انتخاب میکنیم، یه ویدیو دیگه اگه دقت کنید اون روی ویدیومون، یعنی الان پلی کنیم 2 تا ویدیو دارن کار میکنن. نگاه اینجا پلی کنیم 2 تا ویدیو دارن کار میکنن و روی این ویدیو هم میتونیم تغییرات مورد نظر خودمون رو اضافه کنیم و این هم از این قسمت خوبیه برای مثلا PIP. برای کجاها به کار میاد؟ مثلا میخواید ریاکت کنید روی ویدیو و برش رو هم بهتون یاد دادم. ولوم میتونید صدای ویدیوتون رو اصلا قطع کنید یا بذارید باشه زیادترش کنید. بخش انیمیشن داره، سرعت. البته بریم اول اسپید کارش چیه؟ سرعت ویدیومون رو میتونیم زیاد کنیم، یعنی مثلا روی 2 بزنیم 2 برابر میشه. حالا مثلا سرعت ویدیوی ما 4 برابر شد. نگاه کنید چه اتفاقی میفته، از بس سرعتش زیاد شد. دیدید چقدر سریعتر داره کارو انجام میشه. بعد قسمت بعدی انیمیشن هست، حالتهای مختلف مثل افکت ولی در نوع انیمیشنیش. بعد نگاه کنید چه اتفاقی میفته دیدید و کارهای جالب زیادی میشه انجام داد. بعد قسمت کات اوت هست، مثلا پس زمینه شما پشت شما که دارید ویدیو میگیرید پرده سبز است و میخواید خالی بشه یه چیز دیگه بیاد جاش، از کات اوت میتونید استفاده کنید و دورتون رو خالی کنید. و قسمت کروما هم داره که برای پرده سبز به کار میره و قسمت های مختلف دیگه داره که مثلا فریز هست، میتونید یه تیکه از ویدیو رو فریز کنید و اصلا مثل یک عکس ایست کنه سر جاش. دیدید و یه ویدیو. خب بعد قسمت بعدی ریورس هست، ویدیوتون رو برعکس کنید. مثلا اگر شخصیت شما از راست داره میره به چپ، از چپ عقب برگرده به راست و ویدیو شما برعکس بشه. کلا مهمترین قسمت هایی که توصیه من به شما اینه که یاد بگیرید کنواس، آدیوی و تکس، فیلتر هست، افکت هست، PIP هست، اسپلیت هست. خیلی از این اسپلیت استفاده میکنید توی تدوینتون و دیلیت که بلدید، ولوم و اسپید هست و کراپ هم هست. اینا خیلی مهمه، اینا رو یاد بگیرید و به راحتی بعد از اینکه کارتون با ویدیو تمام شد روی گزینه اکسپورت میزنید و اینجا رزولوشن ویدیوتون رو تعیین میکنید و روی گزینه اکسپورت میزنید تا ویدیو برای شما ذخیره بشه. خیلی دوستتون دارم، لطفا همین حالا ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو بنویسید و کانال رو دنبال کنید تا آموزش‌های بعدی. خدا نگهدار.